برادران عزیز و ارجمند و افتتاح خانموزه دکتر طاهری که امروز روزی 25 سپتامبر سال 2025 در زادگاه در دهی پوتخین ناحیه عینی آنجا که آسایشگاه وجود دارد. من خبر خب قدم‌های شما مبارک باشد به همینجا. ولی ما تماشا میکنیم با سخن رو به خودی راهبر خانموزه و راهبر این کارخانه عظیمی که امروز در حدود ریسپوبلیکا بسیار معمول و مشهور است. همین هم دوام سیاست پیش گرفته سرور فرهنگ دوست ما که با برنامه های فروغ صوفی دانایی انیس کنج تنهایی کتاب است که امروز در تمام جمهوری های خود ما و بیرون از اون معمول است. این هم یک شوایش منو، ولی باز ما با کتاب ها و عدد آنها و نمودی آنها که خودی دکتر طاهری معلومات میدن شما بشنید. مرحمت. یا بار دیگه سلام علیکم شما دوستان. در اونجا که علم و فرهنگ هست اونجا عبور میشه. علم و فرهنگ نبوده که میشه هرون کاری میشه. من این ساختگی ما پدرمتی اکای سازمان بودم. من دیوالا اگشتای بچه قشلاق گرفته بودم. آورده همین ساخت. هم مایده همه چیزا پیدا شد. ما آورده کمتر شما این طرف شناس میکنم. ولی من شمردم من 70 کتاب نرسونده بودم. میباشه مزد شما این طرف دیدم. من این 5 تا ما وای گردوندیم سینما کنگرس بین خلقی. تمامی آدم آمدگی بودن. من این کنگرس سال 2004 گذشته 2006 منطقه کنگرس تاریخ با میموندگی همین آدم ها مرده میرد تاگه همین میگیرم. من این زمان روسی اول من برای که قریب 6 سال کتابخونه طبی رسی بشته متریال جمع کردم. و با هم آدم ها نمیدونن زیر زمین بالا آدم ها یک روز از زنه که پرسیدم چقدر ما آب نوشید نمیتونستیم. هنه تکنولوژیش هست، نمودهای آب هست. سال سری قدرت میاد میگه روی تا تیومین بینه داره 40 سال زندگی کافکاز 100 سال. از ترکیب آش پی اچ داره. کتازن شلاشنوی وابستگی هست. چقدر شلاشنوی باشد آدم کسل کم میشه. خوش. من این آب اصلی لب کمات گشت توجیه کردیم. من این سفارت گرمانی مولا گذاری کرد نوچه سکرامیز ضرور میاد. ویشه یک تا بهار تابستان زمستان. اگر شما یاد گرفتید عمر خودتان دراز میکنید. لوبای کسل نرم میشد. مثلا من سال 20 اینا شاهد بودم. گرده و سنگ مختران پلیوری شش آب دیگه همه جمع شدن. این کس میبرن برنیسه من گفتم نه برنیسه میرم تا صده نمیمونم. من خودم رو برکرم ساختگی. انا حالی من راغنی زرد در محلی پای بود. همه همسایه ما از زنی که کلابی بود که همه همسایه جو منم ششم آب گرفته. همون وقت من خورده میستم. 40 گرم 50 گرم من پگرم آشون گرم هر تلخران تلخی نزدم خندم پاک شدم. هر کس از چه یاد میگیرید. من این کتاب تیپ تبوار یه کلیش همه جواب گرفتن. میذارم همون کتاب اوچه به کسب که من دستکاری نه که دستکاری سوز وقتی. من این چیلابس که چوب شدگی پتیوادیتل هرون رو چلیده. این درباره خودجوبی گرم 86 تا 89 من کار کردم اونجا با کارهای علمی کردیم. همین کتاب رو چاپ کردیم. تاریخ به چرا آدم آدم میخواد آروی همین بود که من آدم نرسیده. من این سال 93 هر درد رو دوایش بگم. پتیوادیتل. همه تریجی مول برام میگه همین کتاب اسرار زناشویی اینجا 4 نمودش هست. من همین کتاب نه برام دیگه شد. 25 تیم بود برده در مچه کنه گوسفند خیالش کرده. مرغ خیالش کرده. آدم‌ها همین کتاب دکور میشد. من نمود داشت. 50,000 تیراژ 100,000 200,000 کتاب برام دیگه. حالا ما 2000 3000 زیاد چاپ کردن نمیتونه. کتابخوان نیست برام. نمیخرم. من این گلدستی دوم من تمام پیشنهادم حکومت پیشنهاد کرده بودم که دیگرگونه شده مثلا قشلاق‌ها و حمام سازن آب بگذارن دیگر هم پیشنهادها همینجا هست. من این افول چاپ شدگی زیر پرکراسنا کاغدم میز ضروری. وقتی که من آستانه به جلدن آستانه به جلدن
وقتی بیشتر رکتور 80 سال کسل میشد خط تیاری مردم وقتی شدم فهموندم گفتم حالا 400 عمر دراز زندگی بعد 3 ماه درباره من شعر نویسندگی در اینترنت برای اینکه شما که گفتید من معمارم خودتون رو نسترو میکنید زیر شعور انسان خیلی برنامه دارد عمر دراز زندگی من حاضر برنامه که من گذاشته دادم как прожить 100 лет не болея من حکومتی عینی هم دستگیری کرد هر از سویت قشلاق من رفتم از 50 تا 100 کس جمع کردم من یاد دادم تکنولوژی آب نوشیدن نفس کشیدن حرکت کردن همین باید آدم دانده خودش حرکت کنه من رگ ازلیچیم همین که سلام فهمد که من کسلی رگ خودش رو تغییر میکنم که من میمورم من همین کتاب وقتی که شد من قریب 1000 چیز زیاد مکتوب گفته که спасибо вашу книгу почитали мы выздоровели این настрой از خود شما واسطه یا حکایه هست دو تا خواهرها دو میتاش زندگی میکنن دکترش کسل نشده و برکای شمرده میگیرد و میگود بعد 7 روز میمورم هفته برموندگی بعد خواهرش همسایه رفته خداش نکه میگود از چرم میسازه مراد میدوزد اون برگ آخرون نوع حکایه برگ آخرون اگه میخدد نمیغلطه از فردا میخد اکو من نمیمردم گفته خداش پرسندنی شاید میشد همه آدم هم خیلی مثلا از پیش فور بیدن میره دیگر اکتگاه میزنه چیزی میره من از سکس تراپیا آدم های ما به خنده متوبه